ولی امروز اینترنت ها پر شدگی. اینترنت ها را بینید برخلاف مذهب ابو حنیفه فتوا به حد زیاد رفتیسته. ولی دعوا رفتیسته که خداوند در عرش قرار دارد. یکی از مسائل اختلافی که اینها انداختیستند که یگان اهل سنت قبول نداره که خدا در عرش قرار گرفتگی نشستگی همین یگان مذهب قبول نداره. یگان عالم سلف صالح پیش ما قبول نداره. این مسئله همینا هست. میفرمایند در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا و صدا میزنه هل من مستغفرن هل من سائلن. سه تا صدا میزنه هل من مستغفرن هل من داعن. آیا سوال کننده هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده هست که پی برده به اشتباهش من اشتباهاشو نادیده بگیرم و مغفرتم شامل حالش کنم؟ صدا میزنه.